با وجود ناآرام بودن اوضاع در یکی از ناحیه‌های مسکو، هزاران مهاجر از آسیای مرکزی و قفقاز در نماز عید قربان در مسجد مرکزی شهر مسکو شرکت کردند. بعد قتل یک جوان روس و سر زدن آشوب‌ها علیه مهاجران در ناحیه بیریولووا از مهاجران خواسته بودند که تا آرام شدن وضع از خانه‌هایشان بیرون نآیند. امید بابامتوف، خبرنگار بخش ازبکی رادیو آزادی، در مسجد جامع شهر مسکو حضور داشت و از اول درباره تعداد نمازگزاران در این مسجد پرسیدم. در نمازی در شهر مسکو هزارها مسلمان اشتراک کردند. با شمار من به مسجد جامع نزد المپیسکی که من رفته بودم نکم از 60-70 هزار مسلمان اومد. حاضر به خبر پلیس شهر مسکو با مسجد جامع نزد المپیسکی 130,000 مسلمان آمده است. امید امروز وزارت امور داخلی روسیه گفت که فرد متهم به قتل جوان روس یک شهروند آذربایجان است و هویت او مشخص شده است. آیا این خبر به تغییر وضع تاثیر گذاشت؟ به هر حال فضا تشویش‌آور به نظر می رسد، ولی اکثر مهاجران با چنین حال عادت کردند، زیرا وضعیت پیش از این نارامی‌ها اخیر بیرولو هم زیاد آرام نبود. در آشوب بی‌نظامی‌های روز یکشنبه در ناحیه بیریولووا 10 نفر زخمی شدند. مردم سراسر تاجیکستان امروز تجلیل عید قربان را با نمازگزاری در مسجدهای جامع آغاز کردند. نماز عید امساله در مسجد مرکزی شهر دوشنبه برعکس سالهای گذشته به حضور مقامات رسمی صورت گرفت. امنیت هزاران نمازگزار را ماموران زیادی پلیس تامین می‌کردند. عید قربان امسال در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان صورت می‌گیرد و مقامات گفتند که ممکن است نیروهای بدخواه اوضاع را در آستانه این کارزار ناامن کنند. وزارت امور داخلی چند پیش گفت یک گروه تروریستان را دستگیر کرده است که می‌خواستند چند بینای حکومتی را بتر کنند. اسماعیل طلبکوف نامزد به مقام رئیس جمهوری تاجیکستان این ادعا را رد کرد که گویا با دستور حکومت برای شرکت در انتخابات کمر بسته است. اسماعیل طلبکوف در گفتگو با رادیو آزادی گفت پیشبری نامزدی او به مقام رئیس جمهور نه خواهش مقامات رسمی بلکه اراده حزب کمونیست است. اسماعیل طلبکوف همچنین گفت اگر عین حال بابا نظر و نامزد مخالفان دولت انتخابات را تحریم کند هیچ تأثیر بر روند کارزار سیاسی نمیگذارد. امروز از رقت انتخاباتی رفتن بابا نظر و طلبکوف دموکرات و خود امامعلی رحمانوف رئیس جمهور از همین انتخابات بیرون رفتن اینو بر روند انتخابات یگان تاثیر منفی نمی‌رساند. و تیم ملی تاجیکستان در بازی دوستانه با دسته قرقیزستان در شهر بیشکک فوتبالبازان همسایه کشور را با حساب 4-1 شکست داد. بازی در میدان مرکزی پایتخت قرقیزستان و با حضور هزاران نفر از مخلصان فوتبال صورت گرفت. تیم ملی تاجیکستان 4 گل را در دور اول بازی به هدف رساند ولی در دور دوم از رقیب خود 1 گل خورد. اخباری از این هم بیشتر در تارنامه رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی به مثل فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم در ضمیمه تلفنی رادیو آزادی.